سلمان خورشیدی هستم، نویسنده و کارگردان. امروز قصد دارم که کتاب از ایده رو بهتون معرفی بکنم. ایده پردازی به طور کلی در دو شاخه مجزا تقسیم بندی میشه: ایده پردازی ناخودآگاه و ایده پردازی خودآگاه. ایده پردازی ناخودآگاه ایده پردازی که معمولاً خیلی از دوستانی که درگیر فضای نگارش هستن تجربهش کردن. ایده پردازی که بدون برنامه ریزی و بدون پیش بینی قبلی معمولاً پروسش شکل میگیره. به فرض مثال ما در حال رانندگی، در حال قدم زدن، فضایی از ایده رو تجربه میکنیم، شاید شبیه به الهامات ذهنی، که میتونیم اینا رو آرشیو بکنیم و در موقعیت‌های مناسب ازشون استفاده بکنیم. قسم دوم ایده پردازی هستش که به صورت خودآگاه شکل میگیره، یعنی پروسه‌ای برنامه ریزی شده باعث میشه که ما روند ایده پردازی رو پشت سر بذاریم. به سراغ فهرست مطالب کتاب میرم. فصل اول در رابطه با خود ایده و چگونگی رسیدن ایده اولیه به ذهن ما هست. ببینید، ایده اولیه دو تا عنصر اصلی داره. عنصر اولیه‌اش جمله کلیدیه و مفهومیه که ما میخوایم ارائه بدیم به مخاطبمون در پوشش درام، و بخش دوم نقطه‌ای هستش که سرآغاز نگارش ماست. در فصل دوم کتاب ما به سراغ ایده پردازی با کاراکتر و لوکیشن میریم. بعضی ها اعتقاد دارن که نگارش اولیه با استفاده از کاراکتر نگارش صحیح و جالبیه. بعضی ها از لوکیشن شروع میکنن و بعضی ها از ساختار شروع میکنن، یعنی به سراغ نقطه عطف‌های مختلف و فضاهای اونجوری میرن، و بعضی هم از ساختار پیچه ها استفاده میکنن و با توجه به پیچه ثانویه میان درامشون رو تشکیل میدن. ایده پردازی با کاراکتر میتونه با محوریت خود کاراکتر باشه، با بررسی شیب کاراکتر باشه و بررسی کاراکترهای خاص، و همچنین ایده پردازی با لوکیشن که میتونه محدودیت‌های لوکیشن و لوکیشن‌های خاص رو بررسی بکنه برای نگارش درام. در فصل سوم ایده پردازی با استفاده از لغات عطف که ایده پردازی بر اساس نقطه عطف اولیه و نقطه عطف ثانویه، و در فصل چهارم به بررسی کلی ساختار پیچه ها میپردازیم که پیچه ها به صورت جداگانه معرفی میشن و درام هایی که با توجه به پیچه ها کلاً پایه‌گذاری بشن. در فصل پنجم به سراغ جمع‌بندی میریم. جمع‌بندی که ما رو کمک میکنه به تلفیق ایده ها، حتی نامگذاری آثارمون و چگونگی ایجاد بانک ایده برای نگارش اثر. کتاب از ایده به صورتی طراحی شده که اگر خیلی ساده بخوام عرض بکنم، بیشتر به درد دوستانی میخوره که به دنبال نگارش حرفه‌ای هستن. حرفه‌ای به این منظور که شغلشون نگارش باشه. تجربه‌ای که خیلی از ماها داشتیم اینه که به سراغ تهیه کننده و یه سفارش دهنده میریم و سفارش دهنده یا تهیه کننده ما رو محدود میکنه. به فرض مثال میگه که من تنها آثاری رو حمایت میکنم که با مضمون به فرض مثال اعتیاد باشه، یا به سراغ سفارش دهنده میریم که دنبال یه تیزر تبلیغاتی حتی که فقط به دنبال یک برند خاصه. ما حتی از این موارد محدود هم میتونیم درام‌های زیبایی رو شکل بدیم، و درام خوب حتما نیاز نداره که فضا و ایدهش خارج از این محدودیت ها باشه. در پایان کتاب از ایده رو تقدیم میکنم به همه بینندگان خوب برنامه نردبان. امیدوارم که کتاب براشون کارآمد باشه. روز خوش.